سلام، به چنل ما خوش اومدین. یه سوال دارم. شما برای پول حاضرین چیکار کنین؟ من یه پسر 16 ساله رو میشناسم که برای پول پدر، مادر و برادر خودش رو کشت، جنازه‌شون هم سوزوند. 13 سپتامبر 2015 خونه ویلایی آدام بوکانان کاملا سوخته و جنازه آدام، مالی مکفی همسرش و پسرش گوین بوکانان پیدا شده. هر کسی که ساختمون رو میبینه فقط و فقط داره شعله آتش و دود میبینه. انگار که تمام خونه تبدیل شده به یک کوه آتشفشان. بالاخره پلیس و آتش‌نشان‌ها میرسن و شروع میکنن آتش رو خاموش کردن. من مهسا هستم و امروز قراره یه داستان جنایی خیلی باحال دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. بیاید یه پله بریم عقب‌تر ببینیم این خانواده بوکانان کیا هستن که الان این شکلی آتش گرفتن. آدام بوکانان یه بساز و بفروش خیلی معروفه، تو کارش هم به شدت خوشنام و موفقه. ازدواج اولش ناموفق بوده، از همسرش جدا شده و از همسر اولش یه پسر داره به اسم نولان بوکانان. بعد از مدتی با مالی مکفی آشنا میشه، یه زن جذاب و بلوند که چشم خیلی‌ها رو به خودش خیره کرده. بعد از ازدواج با مالی صاحب یه فرزند دیگه میشن، یه پسر که اسمشو میذارن گوین. خانواده بوکانان از اون خانواده‌ای هستن که همه دوست داشتن جای اونا باشن. همه خوشگل، خوشتیپ، موفق، پولدار، از هر لحاظ چشم همه رو در آورده بودن. آدم خوب بساز بفروش بوده دیگه، میاد یه ملک 19 هکتاری میخره توی یه منطقه خیلی سرسبز به اسم گرین‌وود. گرین‌وود توی الدورادو کانتی کالیفرنیا و از محل زندگی آدمینا یه مقدار فاصله داره. در واقع ملک ییلاقی بوده که می‌خواستن وقت تعطیلات پاشن بیان اینجا زندگی کنن. گرین‌وود یه منطقه خیلی سرسبز و خوش آب و هوا حساب میشه. اونجاها در مقایسه با شهر محل زندگی اونا خیلی شهر پیشرفته‌ای نبوده. حتی گفته میشه که خونه آدامینا آب و برق نداشته و خود آدامینا رو درست کرده. حالا چرا آدامی خونه رو گرفته؟ مشکل مالی نداشته واسه خرید خونه و قطعا میتونسته خونه‌های خیلی بهتری هم بخره. اما از اونجایی که خودش بساز و بفروش بود، دوست داشت که یه ویلای قدیمی رو بگیره و اونو به سبکی که خودش دلش میخواد بازسازی بکنه. آتش سوزی خونه بوکانان ها 13 سپتامبر رخ میده. خانواده هم از یکی دو روز قبل اونجا رفته بودن. ساعت 11 صبح تقریبا آتش نشان‌ها میرسن به محل آتش سوزی و وقتی میرسن دیگه تقریبا نصف بیشتر خونه سوخته. یعنی اون چیزی که منابع میگن حداقل 10 هکتار از خونه زمانی که آتش نشان‌ها میرسن کاملا سوخته بود. آتش رو خاموش میکنن، پلیس میرسه، شروع میکنن بررسی کردن صحنه. توی محیط به شدت بوی گوشت سوخته میاد و پلیس متوجه میشه که قطعا یه نفر اینجا بوده. تا به این لحظه پلیس و آتش نشان‌ها هنوز خبر ندارن که خانواده بوکانان برای تعطیلات اومده بودن خونه‌شون. با خودشون فکر میکنن که احتمالاً یه نگهبانی چیزی اینجا بوده، توی این آتش سوزی مرده. همینجوری که هی دارن میگردن این طرفو بگرد اون طرفو بگرد، متوجه میشن که یک تریلر به همراه کامیون یه گوشه پارک شده. یه مقداری از خونه فاصله داشتن اونجایی که این ماشین و تریلر و کامیون در واقع پارک شده بود. پلیس میره سمتش، هرچی که نزدیکتر میشه بوی گوشت سوخته بیشتر حس میشه. بعد از اینکه میرسن در تریلر رو باز میکنن و 3 تا جنازه رو اونجا میبینن. جنازه کوچکتر که مال گوین بوده، 2 تا جنازه بزرگتر مال آدام و مالی بوده. منتها پلیس اینجا هنوز به قطعیت نمیتونه بگه که این جنازه ها مال این افراد هستن. در واقع پلیس تا لحظه آخر که دیگه مهر تایید میخوره و اون شواهد قطعی رو پیدا میکنه، سعی میکنه با شک و تردید به همه چی نگاه بکنه. بابت اینکه پلیس هنوز یه مقدار شک داشت که آیا واقعا این جنازه ها مربوط به خانواده بوکانان هستن یا نه، شروع میکنه تحقیق کردن و یه در میفرسته خونه اصلی خانواده بوکانان که تحقیق کنن ببینن مثلا آیا اونا اونجا هستن یا نه. این جنازه قطعا مال خودشونه. میرسن به خونه، درو میزنن، وارد میشن. توی حیاط ماشین فورد سفید پارک شده. تنها کسی هم که تو خونه‌اش نولان 16 ساله است که یه ذره هم استرس داره و نگرانه. پلیس شروع میکنه سوال جواب کردن. آره تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا تو خونه پدرت کو، مادرت کو، فلان و اینجور چیزا. آدم میگه مامان بابا و گوین رفتن ملکمون توی گرین‌وود استراحت کنن، ییلاقی بوده، می‌خواستن مثلا یه ذره تعطیلات اونجا بگذرونن. من یه کار داشتم، دوست دخترم هم تولدش بوده، واسه همین نتونستم برم. الان دیگه پلیس با قطعیت تمام میگه که این جنازه ها مال خانواده بوکانان هستن. خبر آتش سوزی همه جا پخش میشه، پدر مادر مالی هم متوجه میشن و میان به محل جرم. بیاید با هم دیگه یه نگاهی به اون صحنه جرم بندازیم. خونه آدام بوکانان گفتم که برق و آب نداشته، ولی آدام اومده بود یه ژنراتور بس کرده بود که برق خونه رو تامین کنه. داخل اون خونه هم خب یه سری سیلندر گاز وجود داشته. پلیسا اینجا 2 دسته شدن. یه دسته‌شون میگن که احتمالاً
این سیلندرهای گاز کنار برق بودن، جرقه زده، خونه منفجر شده. ولی خب من نمیدونم واقعا اون پلیسی که این سناریو رو داره تعریف میکنه و این سناریو رو اصلا بیان میکنه به خودش فکر نمیکنه که حتی اگر این اتفاق هم افتاده باشه، خب اون 3 جنازه توی تریلر چیکار میکنن؟ خب اونا باید تو خونه کف زمین پخش باشن دیگه، نه که 3 تاشون با هم تو تریلر باشن. هر جور که حساب بکنید واقعا مشخصه که این وسط یک قتل عمدی رخ داده، ولی انگار که یه سری از پلیس ها تا ثانیه آخر نمیخواستن اینو بپذیرن. خلاصه همینجوری یه دست پلیس ها با شک و تردید دارن به قضیه نگاه میکنن. یه واحد از پزشکی قانونی میاد شروع کنه جنازه رو جمع کردن، یه بررسی همونجوری اجمالی میکنن محیطو و میبینن که روی بدن جنازه ها جای گلوله هست. دیگه الان هیچ کسی نمیتونه بگه که مرگ خانواده بوکانان ها یک اتفاق بوده و این در واقع یک قتل بوده، یک قتل عمد خیلی ترسناک و وحشتناک. یه خانواده رو کشتن و بعد هم جنازه‌هاشون رو آتیش زدن و انداختن توی تریلر. حالا پلیس داره روی نظریه‌های مختلف کار میکنه. از این طرف دارن روی نظریه کار میکنن که قتل سیاسی بوده، از اون طرف دارن بررسی میکنن که نه شاید قضیه باجگیری و انتقام گیری بوده. پلیس هم میاد به خاطر اینکه یه ذره موضوع عمیق‌تر بررسی بکنه، میاد شرایط خانوادگی و کاری آدم رو بررسی میکنه. متوجه میشن که آدم توی این 1-2 ماه اخیر به شدت توی شرکتش با مشکلات مالی مواجه بوده، بدهی خیلی سنگینی بالا آورده، در حدی که مجبور شده بیشتر از نیمی از کارکنانش رو تعدیل کنه. یعنی نیمی از کارکنانش الان میتونن به صورت بالقوه تبدیل به قاتل باشن، انگیزه هم دارن. پلیس همینجوری که داره نظریه‌های مختلف رو بررسی میکنه متوجه میشه که آدم و مالی اصلا زندگی خوبی نداشتن. یعنی برخلاف اون چیزی که در ظاهر به نظر میرسه که اینا خانواده خیلی خوشبختن، خیلی خوشحالن، همه چیزشون خوبه، از درون مالی پوسیده بودن. آدم و مالی به شدت با هم درگیری داشتن، بارها همدیگه رو کتک زدن. مالی چندین بار گوین رو برداشته رفته خونه پدر مادرش، قهر کرده و حالا بقیه واسطه شدن دوباره این دوتا به هم دیگه برگشتن. حتی یک بار مالی تهدید میکنه، میگه من آدمو تیکه تیکه میکنم و میکشمش. سرگرمی مورد علاقه زوج بوکانان شکار بوده. منطقه گیری بودم جون میده واسه شکار. یه حالت مثل مرتع داره که آدما میتونن برن شکار کنن و شکار هم مجازه. در نتیجه بیشتر همسایه ها و حتی خود خانواده بوکانان هم اسلحه داشتن. پلیس میاد بررسی میکنه، میگه چه این قضیه قتل بوده باشه، چه آدمربایی بوده باشه، چه انتقام بوده باشه، چه هر چیزی، بالاخره با یک اسلحه این قتل صورت گرفته. ما باید این اسلحه رو پیدا کنیم. تمام خونه رو، جنگل رو، اون محوطه اطراف خونه رو زیر و رو میکنن ولی هیچ اسلحه‌ای پیدا نمیشه. پلیسا دوباره 2 دسته میشن. یه دستهشون میرن خونه نولان و شروع میکنن اونجا ازشون سوال جواب کردن. یه دسته هم میرن شرکت محل کار آدم و اونجا شروع میکنن بررسی کردن و پرسجو کردن. پلیسایی که خونه نولان بودن ازشون پرسن که تو چرا با خانواده‌ات نرفتی؟ تعطیلات مگه نبود؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ نولان میگه که من خب تولد دوست دخترم بود، نمی‌خواستم تنهاش بذارم. از طرفی هم ما یه همسایه داریم که خیلی آدم به درد نخوریه. بابام بهم گفته بود که تو اینجا بمون که اگر این همسایه باز خواست دردسر درست کنه به من خبر بدی. پلیس میگه که مثلا چه دردسری می‌خواسته درست بکنه؟ نولان هم میگه این همسایه ما توی اطراف خونه ما ماریجوانا می‌کاشته، علفای غیر مجاز می‌کاشته، هر بارم واسه ما داستان می‌شده. ما هم هر بار سریعا زنگ می‌زدیم پلیس شکایت می‌کردیم. بابام هم گفت من اینجا کشیک وایسم، اگه دوباره اومد نزدیک خونه ما خواست از این چیزا بکاره من خبرش بکنم. پس الان ما یک مجرم بالقوه دیگه هم داریم، یه همسایه‌ای که حالا مواد مخدر میفروشه، کشت ماریجوانا با علف و اینجور چیزا داره و خب از آدم هم به شدت کیلومتری گرفته. پلیس میره از همسایه‌ها میپرسه، یه چند نفری هم پیدا میکنه که تو همون منطقه زندگی میکردن، سابقه درگیری و نزاع و اینجور چیزا داشتن. دونه دونه‌شون رو بررسی میکنه، ازشون سوال جواب میکنه ولی خب به چیزی نمیرسه. هر کدوم از اون آدمایی که اونجا زندگی میکردن یه مدرکی داشتن که نشون بده اون ساعت کجا بودن، این چند روز کجا بودن و مشخص بود که اینا مجرم نیستن. نولان توی صحبتاش با پلیس میگه که آره وضعیت شرکتمون هم یه ذره به هم ریخته است، اوضاع خوب نیست، به شدت بدهکار ما این صحبت‌ها. حالا دیگه الان پلیسا بیشتر روی شرکت فوکوس میکنن. با بررسی کردن شرکت و حساب‌های دفتری و اینجور چیزا مشخص میشه که آدم حداقل $30,000 بدهی داره. یه سری از آدما رو هم تعدیل کرده، بهشون هم حق و حقوقشون رو نداده، شرایطشون به شدت بده و هم خیلی از دستش عصبانی‌ان. الان پلیس انواع و اقسام ایده ها و انگیزه ها رو داره ولی نمیتونه اینا رو به هم دیگه ربط بده و وصل بکنه. الان پلیس انواع و اقسام نظریه ها رو داره. مالی ممکنه آدمو کشته باشه بعد به خودش هم تیراندازی کرده باشه. ممکنه یکی از این همکارایی که تعدیل شدن اومده باشن اینا رو کشته باشن.
ممکنه یه شکارچی غیر مجاز این کارو کرده باشه. ممکنه یه همسایه‌ای که مثلا حالا مواد مخدر کشف می‌کرده، قاچاقچی بوده این کارو کرده باشه. ببینید هزار جور انگیزه و داستان و نظریه و تئوری هست، ولی خب هیچ کدومشون قطعی نیستن، چون هیچ مدرکی وجود نداره، نه اسلحه‌ای هست، نه اثر انگشتی هست، هیچ چیزی نیست. اینجایی که یه اتفاق جالب میفته که کلاً مسیر پرونده رو عوض میکنه. توی آمریکا یه روزی هست به اسم ارث دی. توی این روز بچهای دبیرستانی، مدرسه‌ای، هر کدومشون میرن یه جایی و اون زمین رو، اون تیکه زمین رو پاک میکنن، از زباله آشغال‌چیزاشو جمع میکنن. این کار انجام میدن که مثلا احترامشون به کره زمین رو نشون بدن. از قضا یه سری از بچهای دبیرستانی رو میفرستن یه زمین رو اون اطراف تمیز بکنن. اون زمین نزدیک شرکت آدام بوکانان بوده. بچه‌ها شروع میکنن تمیزکاری. اون وسطا یه دونه اسلحه کالیبر 22 به همراه یک کیف با مدارک پیدا میکنن. توی اون کیف کارت اعتباری و مدارک شناسایی آدام بوکانان بوده. بچه‌ها اینو سریعا میبرن به پلیس تحویل میدن. حالا دیگه پلیس علاوه بر اینکه کارت‌های اعتباری رو داره، اسلحه‌ای که باش جرم اتفاق افتاده رو هم داره. اسلحه رو میفرستن پزشکی قانونی، متوجه میشن که یه اثر انگشت هم روش هست. بعد از این جریان با توجه به اینکه اسلحه و مدارک نزدیک شرکت پیدا شده، این قضیه که احتمال داره یکی از این نیروهایی که تعدیل شده خانواده رو کشته باشه خیلی قوت بیشتری پیدا میکنه. پلیس برای اینکه نظریه خودش رو قطعی تر کنه و مدارک بیشتری رو پیدا بکنه، تمام دوربین‌های چراغ راهنمایی، دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های مغازه‌ها، همه اونایی که توی اون مسیر بودن رو چک میکنه. چند روز اول و بعد از چک کردن دوربین‌ها هیچ چیزی به دستش نمیرسه. اما یه روز یه ویدیوی 3 ثانیه‌ای مشخص میکنه که قاتل اصلی کیه. توی اون ویدیو یه فورد سفید رنگ به یک تریلر وصل شده و داره دور میدون حرکت میکنه. ویدیو مربوط به یک روز قبل از قتل. یه فورد سفید رنگ به تریلر وصل شده و داره میره به سمت بیرون. یه نکته رو اگر یادتون باشه، من گفتم که تریلر به یک کامیون وصل بود، نه به یک فورد سفید رنگ. پلیس اینجا شک میکنه. پلیس میره خونه بوکانان و شروع میکنه از نولان سوال کردن. ازش میپرسه که خانواده‌ات چجوری رفتن گرین‌وود. اینم برمیگرده میگه که بابام یه تریلر بست به کامیون، با اون رفت. توی تریلر هم وسایل بنایی بوده، میخواسته یه بخشی از خونه رو درست کنه. در حالی که پلیس میدونه که تریلر به یک فورد سفید بسته شده بود. همزمان که دارن با نولان توی خونه صحبت میکنن، یه عده دیگه از پلیسا رفتن و دارن ماشین فورد رو بررسی میکنن. این ماشین فورد از روزی که جرم اتفاق افتاده دیگه از خونه جابجا نشده، اجازه تکون دادنش رو نداشتن. همینجوری که نگاه میکنن میبینن که روی تایرهای ماشین خاک قرمزه. این خاک قرمز هم مخصوص گرین‌ووده. منتها چون که این مدت زمانی گذشته، 2-3 ماه تقریبا گذشته، از این نمیشه به عنوان یک مدرک استفاده کرد که آره مثلا نولان تو داری دروغ میگی. پلیس میان یه تریک میزنن، یه سوالی از نولان میپرسن. ازش میپرسن که خب تو این 2-3 روزی که خونه بودی، تنها بودی، بالاخره نهار سفارش دادی، شام سفارش دادی، شام تولد واسه دوست دخترت گرفته بودی، پولش رو با چی دادی؟ اینا برمیگرده میگه که با کارت اعتباری بابام دادم. پلیس از این قضیه استفاده میکنه و شروع میکنه یه تحقیق خیلی جدی کردن، چون الان دیگه یک مظنون تقریبا قطعی داره. پلیس میاد آمار حساب آدم رو در میاره. یعنی بررسی میکنه روزهای 10 تا 13 سپتامبر چه خریدهایی با کارت اعتباری انجام شده. متوجه میشن که روز 12 سپتامبر یه سری خرید با کارت اعتباری آدم توی گرین‌وود انجام شده. در حالی که نولان میگفت 12 سپتامبر توی خونه خودشون بوده و با کارت اعتباری پدرش خرید کرده. الان دیگه پلیس فقط داره دنبال یه مدرک میگرده که مشخص کنه نولان قاتل بوده. چی کار میکنه؟ میره ریز تراکنش ها رو در میاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یه تراکنشی خورده که فرضاً $40,000، میره بررسی میکنه ببینه این $40,000 از کجا خرید شده و چی بوده. مشخص میشه که 11 سپتامبر آدام بوکانان رفته خرید کرده و 4 تا تاکو و نوشیدنی گرفته. بله 4 تا. یعنی نولان هم با خانواده‌اش به گرین‌وود رفته بود و به دروغ میگفت من گرین‌وود نبودم. پلیس با هیجان خیلی زیادی شروع میکنه دنبال مدرک گشتن. میاد فیلم‌های بزرگراه رو توی این چند روزی که جرم توشون اتفاق افتاده بررسی میکنه. پلیس میره دوربین‌های کنترل ترافیک رو بررسی میکنه. میبینه که روز 12 سپتامبر آدام و مالی توی گرین‌وود با فورد سفید رنگشون دارن میچرخن. در حالی که توی همون ویدیوها میبینن که روز 13 سپتامبر فقط نولانه که داره با ماشین فورد سفیدشون به سمت خونه‌شون حرکت میکنه. پلیس میاد از بانک استعلام میگیره ببینه که آدام بوکانان چند تا حساب بانکی داره که شاید ممکنه
مثلا نولان با یه کارت اعتباری دیگه باباش خرید کرده باشه. این احتمالش خیلی کمه، ولی بالاخره پلیس باید اینو هم در نظر بگیره. چک میکنن میبینن که فقط یه کارت اعتباری داشته، همون کارتی که خودش باش خرید کرده و نولان هم باش خرید کرده. بنابراین قطعا نولان داره دروغ میگه. تو این زمان گل طلایی برای پلیس زده میشه. اثر انگشت نولان با اثر انگشتی که روی کالیبر 22 نشون داده میشه کاملا برابری میکنه. الان دیگه پلیس مدارکی که میخواست رو هم پیدا کرده. نولان رفته مدرسه، پلیس هم مستقیم میره همونجا دستگیرش میکنه و میبرنش برای بازجویی. تو اتاق بازجویی بهش میگن ما که میدونیم تو قتل رو انجام دادی، اعتراف کن تموم شه بره دیگه. نولان ولی زیر بار نمیره، میگه که نه من قتل انجام ندادم که، بابام جنون آنی بهش دست داده بود، اول مالی رو کشت، بعد گوین و بعد خواست من رو هم بکشه که من زودتر از اون جنبیدم و نذاشتم. بهش میگن خب اوکی بابا چجوری میخواست بکشه؟ میگه که هیچی، من و گوین توی اتاق خواب بودیم، بابام اومد اول با گلوله گوین رو زد، بعد میخواست منو بزنه، من گلدون رو پرت کردم به سمتش، افتاد زمین، رفتم باش درگیر شدم، اسلحه رو ازش گرفتم و به شلیک کردم. خیلی سناریوی فیلم هندیواری بود و خیلی ممنونیم از نولان بابت تخیلش. منتها اگر که اینجوری که نولان میگفت اتفاق میافتاد، گلوله‌ای که به گوین شلیک میشد باید با این زاویه میبود، یعنی یک آدمی که ایستاده توی این زاویه به یک فردی که خوابیده روی تخته شلیک کنه. منتها گلوله این شکلی و با این زاویه شلیک شده بود، یعنی کاملا همسط بودن. بنابراین نولان اینجا هم داشت دروغ میگفت. حالا پلیس میاد نظریه خودشو میگه که مالی و آدام اون شب مثل شبای دیگه رفته بودن به بار مورد علاقه‌شون، تو هم گوین رو میکشی، منتظر میمونی، بعد از اینکه پدر مادرت اومدن خونه اونا رو هم میکشی. نولان یه ذره دیگه هم مقاومت میکنه و در نهایت اعتراف میکنه. میگه که آره پدرم شرکت رو به گند کشیده بود، داشت همه ثروتمون رو از بین میبرد، من نمیخواستم فقیر بشم، من میتونستم خیلی بهتر از پدرم شرکت رو بگردونم، برای همین این کارو کردم. و آره من پدر و مادرم و گوین رو همه رو کشتم تا وارث ثروتمون بشم، بتونم شرکت رو از این وضعیت نجات بدم. و جالبه که نولان این طرز تفکرشو که اگه مثلا من در رأس امور باشم من میتونم شرکت رو نجات بدم، درسته که من 16 سالمه ولی خب میتونم و فلان و اینا رو به خیلی از دوست آشناهاش هم گفته بود. در نهایت روز 18 ژوئیه برای نولان دادگاه تعیین میشه و بهش به خاطر 3 تا قتل درجه 1 150 سال زندان میدن. حالا اگر که نولان آدم خوشرفتاری باشه و درست برخورد بکنه، میتونه بعد از 25 سال درخواست آزادی مشروط کنه. البته که باید یک هزینه و خسارت خیلی خیلی زیادی رو به خانواده مالی بده. این داستان هم تمام شد. حرص پول واقعا میتونه آدمو به کجا برسونه. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. خیلی ممنون میشم اگر نظراتتون رو از طریق کامنت با من به اشتراک بذارید.